زندگی را داده معنا اللهایت مادرم، شد سرودی زندگی ای با بقایم مادرم. السلام علیکم بیننده عزیز، سلام میرسانیم برای هر یکی شما. من امروز ما در دهه میرانقول باستانی که مردم مهنت و مهمان دوست، انسان‌های خاکسار و صمیمی دارند، برای تبریک کردن مادر عزیز خاندان که امروز جشن زادروز دارند، مهرانگیزایتی در خاندان سنجرکه مهمان هستیم. از نام فرزندشان که در خدمت خلق و وطن شای هستند، از نام دلیر جان تبریک میکنیم. آل لحظه های خرسندی را همراهی شما با هم میبینیم. آنها انتظار ما هستند. رفتیم. السلام علیکم پدران عزیز، سلام میرسانیم. السلام علیکم زنبانوان، مادران مهربان و میرانقول زمین، مهمانان، البته صاحب جشن ها، مردم مهنت و مهمان دوست، خاله جان های مهربان ما. من امروز در این روزهای تابستانی، در این روز خرسندی خوشبختی، مادر عزیز خاندان، مادر بجان برابر خاندان زادروز دارند. اگر بمالال باشیم، اگر برای مهرانگیزایتی که امروز زادروز دارند یک خرسنگ بزنیم، پیشانبا تکلیف میکنیم. مرحبا مرحبا. مرحبا. و البته سنجرکه، مرحبا. سنجرکه هم اینجا میخوادشون یا دارای میپیششون. من حالا یکان مسافری بر آمدیم، از پدر مادر دور نشدیم. یاد میکنم البته بعد از که خدمت وطن میروم، اگر امروز امکان میبود دینم به نزدیکی همراهی دوستانشان سخنها را رساندم. اگر امکان میبود من همه روز مادرم آغوش کرده تبریک میگفتم، چرا که همراهی پدرم از همه زیاد کرده ما را به وای رساندم. چرا که پستی و بلندی های زندگی بود است، به آنها نگاه نکرده ما را حلال خوراندن، حلال پیشاندن تا دنیا باشد. من فخر میکنم که فرزند این خیل پدر، فرزند این خیل مادر هستم. تا دنیا باشد. دوست میدارم مادر عزیز ما، یاد کردم. من چند ماه ها باز در سفر هستم، در خدمت وطن هستم. البته در این روز شما باید که از دوی من تبریک کنید مادر عزیز من. خدا خواهد تا رفتنم یک خودشان برای کلین یابند، خودشان برای باشد. سر بردار، پر بردار، علم خاندان ما پر کرده. مانندی مادرم که پدرم ما چقدر خدمت میکند، انم خیلی خدمتکار باشد. من انتخابی مادرم رو باور میکنم که خودشان برای یک کلین نغز میابند. گفته نیتهای نغزشان رو رساندن. برای مادر مهربانم رسانید که مادرم امروز زادروزشان هست، روزی خرسندشان هست. برای مادر مهربان عزیز قلب‌های ما گوید که مادران را پاس دارد، بهز مادر شانه نیست. بهر حل مشکل مانند او فرزانه نیست. از شراری زندگی گر بسوزد جان و تن، همچو مادر گرد ما غمخواره و پروانه نیست. جای او را خاص دارد چون مقامش عالی است. غیر او هر یک رفیق نانی و گاه مالی است. جمع آرد هم اگر در یک مکان خلقی جهان، به وجودش آن مکان و قعر دلها خالی است. امروز مادر من زادروز دارم. خدا کند که همراهی پدرم عمری دراز بینه. 120 سالگیشان و همین رستوران کلام سمرقند به یک توی کلام کنیم و پیش که دوره شده دعاگویی ما شده گشت نصیب کنه. پدرم به رحمت رسانید که من حاضر مرا با یک مردانگی به وای رساندن. چقدر که من از عهده از ته دل برای خلق و وطن خدمت میکنم، گفتم و شرایط ها را برای من مهیا کردم. پدرم به رحمت رسانید. گوید که ای پدر جان، مایه فضل و پدر، ای پدر ای مایه فضل و کرم، وصف نامت تا به گردون ها برم. کیست غیری تو اندر جهان، می نهد دست مروت بر سرم. ای پدر ای شاهستانی خاندان، وصف نامت لایق صد داستان. خامه ام عاجز تفسیرت بود، ای حلیم و ای بزرگ و مهربان. امروز مادرم که روز زادروزشان است، برایشان پرسید کنی انا می خسال با حقیقتا میگویم ببینیم من چند سال شد که آیله بسته؟ چند سال شد؟ حساب کنید کنی؟ 2000 سال بسید 22 سال شد. 22 سال بغیر از روزی توی و فاتحه گل پدر که میکردن می نمی
میکردن هر 8 ماه و امروز زادروز شما با تید و صاحبی گل خودش با مرحمت انمی گلدسته احمد جانم اگر مهمانو قرصک زنیم میتیا مرحمت سپاری دستشون با مبارک باشد زادروز را مبارک باد میگوید امروز سنجرکم سری عزیزتان گفتم که از نام من خیلی که پدرم حاضر همینجا هستن یکتا از نام من مادرم و پدرم تبریک کنم گفتن مرحمت یکتا شرکت تبریک کنیم بعد چهرش من میخونم دوامش با السلام علیکم مهمون و همسایه خوش اومده من خیر من همی روزا دا من همی پسرچه وای که شپیرشه لون گفتگی همی اصلا باید برید یک توی کلون کنیم این زیاد چه بر استرای نوعی دا توی کلون کنشینیم خوش اومده هم باتون در رحمت رحمت مهمانانی عزیز وایروس کجا با دیدم کوچه با میرم خوبا سنجرکا گفتم که پسرم سورپرایز کردی است یک تا شعرت است کو هر کجا با ما میخونی همون اندام من اندامیروز خونی می ارزد گفتنو یک شعر عاشقانه زیباست برای مادر جان اگر اجازت فرمایید میخونم اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست میدارم اگر چرخم بیازارد تو را من دوست میدارم قسم بر پاش و ابرویت قسم بر شعله رویت قسم بر چشم خمارت تو را من دوست میدارم البته دوستانی هم دیگر باشد حاضر برای شمایان شیرینی زیبا را تیار کرده گیتارها را بیارید پیششان با شیرینی زیبا را برای مهرنگیز آیتی برای سنجرکه نیت کرده هر دیاتان میبرید بیار پیششان با از این طرف حاضر کارت ها را تیار میکنیم یک جای همراهی فرزندان میبریم تا نمال میکنیم مبارک باشه یعنی کار تیار می بیارید پیششان با یک تا شماشا میکنیم بعد میبریم زادروز مبارک مبارک باشد روزی خورسندی را مبارک باز میگویم مبارک باشد زادروز مبارک حاضر تو خوشتری کردن مادر جانهای عزیز ما مادر کلامهای ما تا تبریک میکنن سخنهای تبریکاتی را میشنویم مرحمت این بچه فعلون کسی خوشه پیش شود بلای چخوز حضور شبینه ایلویم کلنوی نفت بیل گودکاش مکتبا دا خونده تموم کرده روز رشنوی بینه سوق باشن سلامت باشن اومدگی مهمونه هم سوق اومدیان سلامت باشن هم موقع دلیل جان سوق رفتی برم سوق رفته سوق بیا سلامت باشن رحمت سلامت باشن حاضر یکی از سخنران‌های میرانپور زمین استادی عزیز را برادری عزیزم را اکبرک را به صحنه تکلیف میکنیم سخن‌های تبریکاتیشون را میشنویم بعد یک جای هممون میرقصیم خرسندی میکنیم اکبرک مرحمت یک تا سخنی تبریکاتی کنیم استادی عزیزی ما برادری عزیز نزدیکترین ما مرحمت
مرحبا. تشکر زیاد. السلام علیکم میهمانان عزیز، مادران، خواهران، دادران، پدرهای بزرگوار. من امروز چطوری که گفته گذاشتم دلرجام در صفی هر مر خدمت کرده ایستاده. تعیین کرده بوده است امروز زادروز مادر خواهر عزیز ما مهرانگیز شده ایستاده است. مادر مهربان را با سینه 43 سالگی همراهی من پادشاه سنجربای تبریک تهنیت گویم. از فرصت استفاده برده شخصا از نام خودم، از نام تمام خواهران، مادرم، پدرم، از نام دادرم، از نام تمام خویشاوندان مهرانگیز روز تولد زادروز مبارک باشد، شادروزی مبارک باشد. الها درگاه فقط فیروزی ها بیند، پیروزی ها بیند. چی خوشی های زندگی است در سر شمایان، در سر عائله در پرواز باشد. البته از نام دلرجان که گفته گذاشتیم در صفی هر یک خدمت کرده برچی فرزندی وطن را اجرا کرده ایستاده است. مادری شب زنده دارم زنده باش، ای گلی اول بهارم زنده باش. خاک پایت سرمه چشمان من، شادی های روزگارم زنده باش. بار دیگر مهمانان عزیز از نام خانواده من مهرانگیز خواهر عزیز سنجر پادشاه همتون خوش آمدید. نور دیده تاجی سر. الها خدا دادگی عمر بیننده دائما سربلند و سرفراز خوشبختترین دنیا شدن از شما میخواهیم. تشکر زیاد. ای هزار رحمت. تشکر میگیم استودی عزیز. میل است باشد مهرانگیز هایتی از نام مخلص هایتی از نام گلسنم بانو شما تبریک میکنیم. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. بشنید گر صدایان دنیای سخت گوشان، انگیزه است شاید از الله های مادر. ما الله های نازی مادر شنیده کلام شدیم. خدا خواهد اگر مانند مادر ما الله گفته و بیره هایشان را کلام میکنیم. پدر مادرم را وظیفه هم خیلی که خدا کند اگر توی انمی نبیره ها را دیده سری ما با سایبان شده گردن گفتن و البته رقص موقعی تبریک میکنیم گفتن. سرودهای رقصی را میمونیم، همه زن با آوان را برعکس تکلیف میکنیم. خورسندی امروزه را دوام میکنیم. مبارک باشد.
La 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 la
یک نظر تو یک نظر تو ای تو لبان زندگی ای تو لبان زندگی ستاره آسمون نقش زمینه یار خدا من بیشتر یارو بگیره خداوندانه کردار دیگه باشم بیایی آبان خاطر همه مجنونم برو مجنونم کردی از شهر خانون بیرونم کردی مجنونم برو مجنونم کردی از شهر خانون بیرونم کردی زیبا و زیبا برام برام زیبا و زیبا برام برام یارو شکر اینجا برام یارو شکر اینجا زیبانی گاجان از باشی باشم 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 دردی محمد اینجا نسیبی باشم نسیبی باشم دردی محمد اینجا نسیبی باشم نسیبی باشم زیبا و زیبا رنگ و برنو زیبا و زیبا رنگ و برنو یارم شکل این وطن رحمت تشکر میگیم. مادران عزیز سلامت باشن همیشه در این روزهای خورسندی همراه شمایان دیده به دیده رسیدن نصیب کنند. این لحظه باشد با عکس های زیبا زرورکانی تعریف رو پر از عکس های امروز صاحب جشن ها کردن. البته فوتوسسی میکنیم، رسم ها میگیریم، اپراتورهای ما در خدمت شما هستند. همراهی امروز صاحب جشن ها البته همراهی سنجرکه و مادر عزیز خاندان یک جای رسم میگیریم. بعد از آن با ما جواب. مرحبا. من بیننده های عزیز، در این باد و هوای تازه و فارم و بسیار هم به هوای دهه چوبهشت میرانقل در خانواده سنجرکه مهمان شدیم. این باد و هوا را بهر شما تعریف دادن زبان لال است. البته امروز مادر مهربان خاندان مهرنگیز آیتی را از نام فرزندشان که در خدمت خلق و وطن ما هست در ارمیه از نام دلیرجان آمدیم تبریک کردیم. آن لحظه های خرسندی را همراه شما
هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت که تاکید میکنیم با شبکه شهنان مانید، خود را احتیاط کنید. رحمت میگیم برای مهمانداری. سلامت باشین. زحمت سنجرکه سلامت باشه. خوش بیتام. ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم، سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم، کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه؟ کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ تو این شب آمدی خوابم سرم رو سله کردی، تو این شب آمدی خوابم سرم رو سله کردی، زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه؟ زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم تو باور میکنی یا نه؟ تو باور میکنی یا نه؟ امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم،
قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم گشتی پریشان افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایان بر جسم و جانم پروا نکردی از جبر دنیا دوا نکردی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم